این توضیح که میخوام بدم به من تلفن‌های زیادی میشه که من الان نفخ معده دارم، فرضاً اسید معده دارم، چیکار کنم؟ یه چیزی شما علف چیزی به من بدید من خوب بشم. میخوام به عرض دوستانم برسونم که من دکتر علفی نیستم و علف ها رو شما میتونید از توی این کتاب ها بردارید، ببینید، استفاده کنید. من چون یه اعتقاد عجیبی دارم به روشم. برای خانم عزیز من توضیح دادم که توضیحم الان مجددا برای عموم دوستان عزیزم میدم. من بیماری قند دارم، قندم باید همیشه کنترل باشه. این به عنوان مثل هست و عین حقیقت. سوالایی که از من میکنید سوالای وارد بکنید، چون سوالای ناوارد و من قادر نیستم به شما جواب بدم، مضایقه نمی کنم، ولی این تشریح که الان میکنم شما متوجه باشید که من چه میگم، درک کنید از این گفته من هفته 3 روز میرم به پیاده روی به کوه نزدیک اقیانوس، هوای سالم. وقتی که شما از کوه میرید بالا کلسترول، چربی خونتون میاد پایین. وقتی که سرازیر میشید قند خونتون میاد پایین. اینا علمی ثابت شده. صبحونه اگر بخورین قند خونتون میاد پایین، اگر شب غذا بخورین قند خونتون میره بالا. من غذام از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر. دور از افرادی که منفی هستن، درگیری ها، ناراحتی ها، این 3 چیزی که منو قندم رو کنترل کرده و انجام میدم عزیزان من اگه امروز گفتم 3 شنبه و 5 شنبه و 1 شنبه میرم کوه، دیگه با هیچ کس قرار نمیذارم به هیچ وجه. اون موقع میرم کوه. اگه گفتم غذام باید اینجوری باشه، حالا من اگر رعایت ورزش نکنم، درگیرم باشم، مرتب عصبانی و ناراحت، غذام هم قابل کنترل نباشه، آیا از شما میپرسم یه دونه چیز میتونه من خوب کنه، قند من کنترل کنه؟ نمیشه عزیزان من در روز اقلا همین امروز 10 تا 9 تا سوال داشتم، به همین ترتیبی که براتون میرسونم. خانمی وزن بالا، قند بالا یا فشار خون بالا، به من میگن که شما یه چیزی به من بگو من بخورم خوب بشم. آخه نمیشه عزیزان من. اگر شما تا به حال عادت کردید رفتی رو خط رادیو تلویزیون از خانم ها آقایان دکتر یه سوالی کردین، در یه موردی به شما ویتامین فروختن یا توضیح دادن، از دید من پذیرفته نیست اصلا. امکان نداره یک کسی تمام مجموعه زندگی رو رعایت نکنه و این خوب باشه. چرا میگم داروها مسکن هستن، ویتامین ها مسکنن؟ اینا هیچ کدوم علاج کننده نیست. شما بایستی بدونید که سوالی که میکنید وارد باشه از من، چون من وقت بسیار کمی است. از 8 صبح تا 9 شب که من در اختیار شما هستم میتونم به شما کمک کنم، به شرطی که شما میتونید تشریف ببرید اینترنت luckynutrition.com. 2 تا فرم هست، شماره 1 و شماره 2، اینو پر کنید. وقتی که از من سوال میکنید با اطلاع از اون 2 تا فرم من میتونم به شما بگم که ریشه بیماری شما در کجا هست. دقت فرمودید؟ اینو خواهش میکنم که در نظر داشته باشید. خب من اینجا تلفنایی که از اروپا به من میشه، جاهای نقاط مختلف دنیا، خواهش ازتون میکنم 2 دفعه خوانا تلفنا رو بفرمایید و تفاوت ساعت هم اگه امکان دارد لطف کنید که من نصف شب شما رو از خواب بیدار نکنم. من هیچ تلفنی رو بی جواب نمیذارم به هیچ وجه من الوجوه. خب من اینجا براتون توضیح میدم که همیشه در 3 مورد من کمک میکنم. یکی کم کردن وزن بزرگسالان و نوجوانها، به خصوص بچه‌ها، خانم‌های حامله که قند نگیرن، وزنشون هم بالا نره، کلسیمشون هم تامین باشه. خب ما میریم به آنتراک. شما در این آنتراک به تلفن‌های من زنگ بزنید، دست همکار من هست، به شما جواب میدن و هر ایده‌ای دارید به من بعد از برنامه زنگ بزنید.
سلام مجدد به دوستان هموطنم در هر کجایی که صدای من میشنوید، تصویر من میبینید. درود میفرستم به همتون. اول از همه این آثار قند رو من براتون برسونم، چون تلفن‌های زیادی به من میشه که این قند رو بیشتر تشریح کنم. انشالله یه برنامه رو اختصاص میدم فقط در مورد بیماری قند یا دیابت. دید چشم اختلال پیدا میکنه که من بیچاره مادرم چشماشو از دست داد در اثر بیماری قند. من قند ارثی دارم خودم. بیماری لثه، ریزش مو، بیماری تیروئید، عوارض پوستی، احساس کسالت، دردهای ملایم، بیخوابی، اضطراب، سرد شدن دست و پا، گزگز کردن پاها، گرم شدن پاها، کرخ شدن انگشتها، چنگه شدن رگها، عرق کردن زیاد، بیقوتی، بوی بد زننده دهان، علاقه زیادی به شیرینی، تشنگی زیاد، اشتهای کاذب، هرچی بخورین سیر نشید، ورم پاها، اسهال یا یبوست، زردی ادرار، بوی بد ادرار، سوزش ادرار، تکرر ادرار در شب، کف کردن ادرار، کاهش وزن سریع، عفونت مثانه و کلیه، خارش دستگاه تناسلی در خانم ها. این آثار قند هست که اگر شما خودتون قادرید این عوارض از بین ببرید، وگرنه به من زنگ بزنید. الان همکار من تلفن‌های من دستشون هست، میتونید زنگ بزنید، قرار بذارید، میام منزل شما و با شما حضوراً کار میکنیم و قندتون رو متعادل میکنیم. اگر که قرص میخورین یا انسولین، یواش یواش اینا رو با برنامه من از بین میبریمش. با نظر خانم ها و آقایون پزشک احترام زیادی برای همه قائلم، این قرصا و انسولین از رو خودتون برمی‌دارید. امروز یکی از جزوه های دیگه هم که خیلی زحمت کشیدم روش و اینها کتاب نیست، اینها واقعا تمام تجربه من هست. جزوه شماره 6. هفته قبل در مورد جزوه شماره 3 درمان طبیعی روش اعصاب رو توضیح دادم. این کتاب، این جزوه من 17 تا جزوه دارم، 4 تا کتاب. 2 تا کتاب اخیرم ویتامین های غذایی محاسبه شده و مواد معدنی محاسبه شده. یک طرفشم سفید هست، برای خاطری که این کتاب نیست شما بخونید و بذارید تو کتابخونه، باید بنویسید کارهای روزانه‌تون. انشالله در هفته بعد من ترتیب تاثیر غذا رو سلولهای مغزی شما و خلق و خوی شما، رفتار شما رو میخوام توضیح کامل بدم که چقدر غذاها مهمه که شما موقعیتونه به کلی عوض کنید. اونایی که میگن ما استرس داریم، تمام مردم دنیا از بچه شیرخوره توی جنین مادر تا مرد 140 ساله که من آمار دارم، همه استرس و ناراحتی دارن. چه کسی موفقه؟ اون فردی که بتونه با کنار بیاد، به قول امریکایی‌ها دیل کنه با گرفتاری ها. اون فرد موفقه. چطور میشه موفق شد؟ طریق روش ورزش مداوم، نه تفننی. من اسمش گذاشتم ورزش تفننی. بعضی اگه وقتی داشته باشن، حوصله داشته باشن، میرن 2 دور میچرخن دور خونهشون، میگه ما ورزش میکنیم. ورزش قربونتون بشم در هوای آزاد، تغذیه خوب، بعد موفق میشید به استرساتون. میتونید با اون استرس کنار بیاد. خوب دقت بکنید.